به نام خدا، فریال دهقانم از افغانستان، سفیر صلح در کانال تجاری آسیا و افریقا. در شهر مقدس راملال یک پروژه بزرگ الهی در حال شکل‌گیریه که شهر فیلم شریرام یک بصیرتی از الهام گرفته از سوامی کلاش و یورو مهاکال بابا الهام گرفته که این ابتکار تاریخی به دست شاگردان وفادار مهاتا راجرجی شد جی مهاراجا در حال هدایتی که نظارت بر توسعه شهر فیلم غنی از روحانیت آیودا و عهده داره که شهر فیلم شریرام با مساحت 600 هکتار به طور دقیق طراحی شده و تمام جوانب پایداری محیط زیست در مد نظر گرفته که این مکان فرصت بی‌نظیری برای گردشگران، فیلمسازان، سرمایه‌گذاران و حتی مذهبیون با میراث غنی هند یک مکانیه که آشنا میشه که در این مکان معابد با شکوه نمایانگر تمام الهی‌های مذهبی اصلی، استودیوهای فضایی تولید فیلم با توجه به محیط زیست، ویلاهای لوکس، زمین‌های مسکونی و استراحتگاه‌های لوکس، مدارس مدرن نیز در اینجا وجود دارد، بیمارستان‌های فوق‌العاده، مراکز خرید و مجتمع اداری. که توزیع این پروژه مهم تحت مدیریت شرکت رافتاری فیلم سیتی با رهبری پویا و کارآمد مدیر شری جاگدات ورماجی انجام میشه. تمام امور بازاریابی، فروش، ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌های برای شهر فیلم توسط شرکت اساسی مدرسه ریلته انجام میشه در رهبری مدیریت شری شوبال سینگ و راجش پانداجی مدیریت میشه. این پروژه فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی، مؤسسات روحانی، حامیان فرهنگیان و زیربناهای گردشگری جهان فراهم میکنه. اینجا فقط یک شهر فیلم نیست، بلکه آینده پایتخت مذهبی به سینمای هنده. بیاییم بخشی از این سفر الهی باشید، شاهد ترکیبی از ایمان، فرهنگ و سینما، همه در شهر ابدی شری رام.